و اینجا از جانب بینندگان یک گروه سوالها پیشنهاد گردیده است. میگذاریم به سوالهای مذکور. حنیفه نوشته است که امسال دخترشم به صنف یکم میرود، اما صبح بر وقت از خواب بیدار شدن برایش خیلی مشکلی میآورد. ما تا این دم به باغچه میرفتیم و هر سحر چون بر وقت از خواب بیدارش میکردم طبعش تمام روز خیره میشد. معلوم است که از سبب خوابی ناپرره نه میل خوردن و نه میل بازی کردن دارد. وضعیت را چگونه میتوانم اصلاح کنم؟ کودکان صنف‌های ابتدایی در یک روز باید 10 ساعت خواب داشته باشند. یعنی اگر ما کلان سالان 7 ساعت 8 ساعت خواب کنیم، کودکان باید حتما 10 ساعت خواب رفته باشند. آنها عادت کنندن در کار که ساعت 9 بیگاه خواب روند و ساعت 7 الکی بیدار باشند. وقتی که پدر و مادر به همین ریجه کودک را عادت کنند، کودک البته به همین ریجه عادت کرده میرود. این از پدر و مادر وابسته است. آدم به همه چیز مطابق میشود، عادت میکند. از جمله میتواند ریجه روزش را تغییر دهد.